الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. ما این اهل خاندان مبارک در این سحری پرفیض، در این سحری پربرکات الهی، از صمیم قلب انشاءالله بیان طفیل این فرزند شد توی سنتی تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی البته این برادر توشن و مبارک بگرداند، فرزندشون عمری دراز است فراغ، در آینده یکی از عالمان و خالقان محمد یا که از متخصصان خوب شدن در این جامعه به رسیدن و در این جامعه خدمت کردن و نزد الله سبحانه و تعالی خدمت کردنشون الله سبحانه و تعالی الهام میسر بگرداند و چنین روزی خرسندی شادی را و کل خاندان ما الله سبحانه و تعالی الهام نصیب بگرداند. آمین. صحبت ما امروز عزیزان من، بعضی برادران چندین سوال ها کردن. یکی درباره یکی خدا خواهد یعنی وزیران پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چهاریاران، بعضی خصلت ها و فضیلت های حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صحبت کنیم تا انشاءالله موافقی انشاءالله طلبی برادران الحمدلله صحبت میکنیم. معلومه که پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم حیات بودن. عزیزان من، فرمان خدا و فرمان شریعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی دوام 23 سال ادامه دادن الحمدلله و خدمت الله سبحانه و تعالی یعنی صمیمانه انشاءالله بجا آوردن و شب نگفتن، روز نگفتن، تا اینکه فرمان الله سبحانه و تعالی و اهل و قوم و جمعیت رسوندن. بسیار پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم غیرت کردند. بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم این انشاءالله وظیفه در بالای انشاءالله صحابگان، چهاریان انشاءالله بزرگ که بعد از این حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ادامه دادن 2 سال. بعد 2 سالی وفات انشاءالله یعنی حضرت ابوبکر صدیق نوبت وظیفه ادامه دادنی حکمهای شریعت و فرمان الله سبحانه و تعالی و که انشاءالله خدا خواهد صحابگان کرام یعنی حضرت بای عمر رضی الله تعالی عنه با عهده گرفتن. عزیزان پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم میگویند اصحابی کن نجومی بی ای اقتدیتم اهتدیتم، صحابگان من مثل ستارگان هستند، کدام چنه که تابع شد البته هدایت میابه. زیر شرح همین انشاءالله حدیث میگن که آدمای انشاءالله وقتی که را گم میزنن با واسطه ستاره انشاءالله ستاره شناسی هم یک علم انشاءالله بزرگ است، راه شیافته می رود انشاءالله. این چنین ما هم وقتی که تابع صحابه ها میشیم الحمدلله البته هدایت می‌یابیم. یعنی دوست داشتن صحابگان از ایمان است عزیزان من. یکی این بزرگترین صحابه الحمدلله حضرت بای عمر رضی الله تعالی عنه است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بچند انشاءالله عنوان ها در دنیا مشهور شده است. عمر فاروق میگن فرق کننده حق و باطل، عمر عادل میگن یعنی 10 سال وقتی که انشاءالله عهده وظیفه‌ای ادامه دادنی حکمهای شریعت به عهده گرفتن 10 سال انشاءالله همچون یک شاه عادل انشاءالله خدا خواهد این حکومتدارایی که امروز در دنیا هستن این حکومتدارا زیر تصرفی همین انشاءالله خدا خواهد بیرقی بابای عمر رضی الله تعالی عنه الحمدلله ادامه می‌یابند. حتی در تمام دنیا امیر المؤمنین یعنی مشهور شدن سبحان الله الحمدلله به عدد
انسان خوب که این خیلی پادشاه بلکه نه آید در دنیا، چون که پادشاه نهایت عادل همه طرف انشاءالله، یعنی شریعت به آخر رسوندن همه طرف، یعنی چیکار کردن؟ البته دولت سازی، اداره کنی حکومت، اداره کردن با خلق و معاملات بابای عمر رضی الله تعالی و امیر المؤمنین چیکار کردن؟ الحمدلله به آخر رسوندن. من بعضی خصلت‌ها و فضیلت‌های این انشاءالله خدا خواهد بابای عمر به شما میگم. بابای عمر بسیار انشاءالله یک پرزیدنت بودن، یک پادشاهی بودن که نهایت عادل، نهایت خاکسار زندگی میکردن. حتی یک انشاءالله چپان داشتن 12 یماق داشت عزیزانی من، 12 یماق انشاءالله خدا خواهد، و یک لباس داشتن، به همون لباس هم این آدم ها را قبول میکردن، هم عبادت میکردن، هم زندگی میکردن. یک روز در یک نماز بابای عمر عقیب مونده اومدن صحابه ها، یعنی بیزاواتا شدن برای چه عمر دیر موند. بای عمر گفتن دور مدن، عذرشون پرسیدن، گفتن میدانیم، گفتن ای اهل ایمان دارا من یک کرته دارم، همین کرته ما افتادم، کمتر صبر کردم که تا که سر قاق شود و بعد پوشیده چکار کنم به نماز بیام. بینید انشاءالله ما صدها کرته داریم امروز، شکری به خدا باز نمیکنیم، با شکرانه الله سبحانه و تعالی بجا نمیاییم عزیزانیم. بینید یک کرته که تی هم شاهیش میکردن، هم عبادت میکردن، هم انشاءالله در خانه شو چکار میکردن؟ زندگی میکردن. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. ببین شاهی یکی سفیر ایران میگد برای زیارت بای عمر اومد. ببینید وقتی که عمر اومد میگد شهر مدینه همه طرف و اطراف را تماشا میکرد، گویا خیال میکرد که عمر در یک انشاءالله قصر شیشتگی باشد، در یک قصر انشاءالله پادشاهانه زندگی میکند. یک عرب دید گفت که میگه چیه میکابی اقدام او طرفه؟ گفت همین بای عمر خانهش میکابم. بای عمر گفت من تگی انو خرما بره بالای خزانه خرما در خواب است. وقتی سفیر ایران میرود باور میکنه میبیند هوشش از سرش میپرد، میبیند که بای عمر یک چپان 12 یماق دارد، حیران میشد که این قدر سیاستی که دارد، تمام دنیا بلرزه می آید از سیاستی بای عمر، لیکن فقیرانه عادلانه حضرت بای عمر زندگی میکرد. گفت چی حیران شده ساده؟ من خیال میکنم که شما در یک قصر و در یک انشاءالله لباسای قیمت بها مثل امروزه شاطر خلانی طلا کتی، این شما حیات بس میگفت من عادی ترین شخص هستم. بینید سبحان الله. بینید پادشاهی آذربایجان، همین شهر آذربایجان دولتی کنه است، همین پادشاه آذربایجان میدانین برای حضرت عمر علاهیده مخصوص یک حلوا میپرسوند. وقتی که پیش بای عمر میارن میگه این چی است؟ میگه این حلوا است. این چی خیلی حلوا است؟ این حلوایی است که فقط شاهایی یعنی آذربایجان میخورد. قسم به خدا گفت که این مردم گشنه بیستد و عمر حلوا خورد. گفت بل، گفت اینا گفت به مردم بته. گفت بینید چنان عادل بدن الحمدلله بی عددش. ببینید حضرت بای عمر در ره رفته سادادن، میگه ببینید ره نرفته سادن، یک پیشکشه میگه در گوشه ایران از هوا خونکیش قریب مونده است که وفات کرد. همون پیشکشه گرفتن میگه زیر بغلش و بردن تربیه کردن تا درست شده رفتنش. شب میگه خواب دیدن که الله سبحانه و تعالی در خوابش گفت ای عمر، آن رحمی که به یک مخلوق ترینی من کردی من تو را البته رحم کردم، من تو را مغفرت کردم. بینید چنان انشاءالله که نه به انسان بلکه حتی به حیوانهای خردترین هم بابای عمر الحمدلله چیکار میکرد؟ یعنی رحم و مهربانی میکرد. بینید عزیزانی من همسایه هاش خیشاش میدیدن بای عمر بسیار گریه میکردن، بسیار غم میخوردن، میگفتن بای عمر امروز تمامی مردم در زیر سایه انشاءالله عدالتی تو زندگی میکنن، برای چی قدر گریه قدر غم میخوری؟ چون که گفتن چی قدر آدم زیاد شود انشاءالله غمی من زیاد میشد. حتی الله گفتن از گرگها و گوسفندایی که در کوه هستن از من میپرسن. ببینید یک چوپان وقتی که یک روز یعنی گریه کرده است، مردم ها افتادین که برای چه گریه میکنی؟ میدانه
وقتی که عمر زنده بود حتی گرگها در اطرافی یعنی چی گوسفندا دور میزدن. امروز بینین که امروز گرگان چیکار کردن؟ هجوم کردن، حضرت عمر وفات کردن. از سیاست حضرت عمر عادلش حتی گرگها با گوسفندا آشنا بدیان، دور میزدیان، یگان هجوم و یگان حمله نمیکردن. بعد وفاتی حضرت عمر رضی الله شهید شدن شد، تمام انشاءالله چی؟ یعنی گرگها گوسفندان هجوم کردن. حضرت بهای عمر بینین چونین انشاءالله شاه بدن که شب تا سحر تمام اهل مدینه را دور میزدن، یعنی کی چی سیاست دارد، کی چی کار دارد، کی معما دارد. یک جا آمدن نگه کی یک کودک بسیار گریسته است، بسیار گریسته است. نگه آیسته نگه کمتر استادن که گریه با توشی یعنی کودک بلند شدن گرفت، آخر دروازش تخت تخت کردن. یک زن مرمد گفتن که این برای چی کودک گریه میکند؟ اینقدر تو مادر بیرحم هستی، کودک تا شیر نمیتی؟ گفت من بقریبی شد کودک من از شیر برآوردم، در خانم هیچی نیست که یعنی بخورونمش. همین بای عمر زاری یک انصاف کند و نفقه برارد، پسا بیا برارد برای کودکا را خوروندنش. گفت در خانم هیچی ندارم. بای عمر میگه بسیار تاثیرناک شد و میگه گشته اومد فردا بعد این نمازی بامداد قرار براود که کدام فرزندایی که به دنیا می آید همه شکار کرده شود. البته اومده از بیت المال، یعنی میموز ما و شما خدا خواهد یعنی وی میگیم آلنگی کسه بیت المال اومده چکار کنن نه سنت فرزنداشونه، حتی که هر کودکی که به دنیا می آمد کتابتش میکردن و چی تا 2 سال 2.5 سال نفقهش میداد. من این نفقه دادن امروز در تمام خلاقت دنیای ما شما هست. اکثر جاها فرزند که به دنیا می آید چیکارش میکنن؟ نفقه هاش میتن. سبحان الله الحمدلله. باشه به میگه یک کوچه ها را دور میزد. بینین وقتی که دور میزد میگه در کوچه یک مادر و دختر بحث دارن، میگه جنجال دارد. مادر گفته سیسی دخترم کمتر شیر آب بیار شیرین ارالش کنیم، یعنی زندگی ما از روی همین است، امروز شیر مکم است. دختر میگه از خدا نمیترسی. بای عمر قرار روز که یگان کس یعنی آب نه شیر ارالش نکند. گفت که بابای عمر در این شب در کجا است؟ خواب است. گفت خیلی گفت بای عمر خواب باشد خدای عمر خواب نیست. گفت تو گفت از خدا نمیترسی؟ گفت نمون نگه که مادرش یعنی شیر آب ارالش کند. فردا میگه بینین فردا روش میگه همین خانه رو میگه یعنی زمین که کرمون حضرت عمر یعنی همون دختره میگه فرزندشو عبدالله نمیگه نکاح کرده. از این فرزند میگه یک کس کودک به دنیا آمد نامش عبدالعزیز کرد که امروز در تمام دنیا مشهور است. از عبدالعزیز میگه فرزند آمد دویم عمر نامشون میگه که این عمر دویم عمر یعنی ابن عبدالله چقدر حکایه ها چقدر انشاءالله شیرینی یعنی حیات بود. با عمر دویم دنیا آمد مثل باباشون یعنی شخص شجاعتمند عادل حیات بسر بود. همین بای عمری یعنی عبدالله ابن عمر از حکایش میگم روز عید بود. نگه بینید روز عید نگه دخترکاش مید یکی پیش میگه عمر ابن عبدالله اومد گفت پدر گفت سحر عید است نمی شود که برای ما یک لباسکای خوب بخری، یک لباسای خوب پوشیم سحر. چی میگن ما را در کوچه؟ میگن بین دخترای شاه عمر بکی این روزی لباس ندارن. گفت پول ندارم نباشم. گفت بیت المال بگم. گفت همون بیت المال برم بگم. گفت از معاش آیندم من در پول تیا. گفت من پر شما نگفت لباس میخرم. وقتی که رفت میگه پیش همون یعنی بیت المال گفت که چی میگوی عمر؟ گفت که من میخوام که از آینده معاشم یعنی از نایبرم یعنی چیکار کنم یعنی معاش متی دخترکام نکرته خرم. گفت که میگه یک کاغذ نیسته که من در ماه نایبر زنده میمونم. گفت اول تو بیشت پول بین پریزیدنت خدا خواهد معامله گفت که کنی اول تو نیسته که من ماه نایبر نمیمورم و تو نپول گردون نمیتیم. گفت که بارک الله. گفت خوب گفتی. گفت دومد میگه دختراشو گفت دختر جان گفت صبر کنه طاقت کنه. راست میگه تا سالی تا ماه دیگر مال 1 سال 2 سال آلکای حکومت زده میخریم به نام سال.
عموما ترس و عموما خوف و عموما نداریم. امروز حکومت باور میکنیم پلاشد داده ساده است، چی رئیس است چی است، طلا و تاراج میکنی، انا بقدر نمیترسی. حقی میگه کم بغلان دته بیچاران دته میخیریش خودت خیش و تباک نمینسی افهم خدا نمیترسی. بین عمر ابن عبدالله حبیکی از معاش آیندهش دختراش لباس نخرید که آیا من سحر هستم یا سحر نیستم. از خدا بترس. از این حکایه ها هر یک سر انشاءالله به خود بیا. او بینین که خدا خواهد انشاءالله بچه عمر انشاءالله که بچه نیوره عبدالعزیز چقدر از الله سبحانه و تعالی میترسه، چقدر انشاءالله خدا خواهد. من یک اشاره میکنم با همین آدمایی که از روی شیر زندگی میکنن، انشاءالله خدا خواهد زنات و شیر فروشی میکنند، بگوش خدا خواهد انشاءالله آبنده عرلش نکنه. باور که کدام در تلفن نشانم داد یک 3 لیتر شیر خریده دلمی شیار، یک 3 لیتر شیر خریده نیمش آب است. گفت حضرت بینین، گفت من نگفتم، اینم مسلمان بود اگه ساخی همنا ما با پول خریدیم. باور که آبش جدا شیرش جدا. گفت خفه شد، گفت داملا همین محمود برداریم. از این خدا بترس. 5 سوم خیلی 6 سوم فروشی آخی. آخی شیری برو گو کشیدهش کشیدگی گو آخی با قطعی برو گو بیرو گو آخی بیچاره و گمید که یک کار میکنه گیسبت و یک فیره میکنه. از خدا نمیترسی. با این چی که رسو بگه خونو خود چی تینا. بینین که انشاءالله خدا خواهد باور میکنین. من یکی که میگم همین شیر فروشانده در زمانی پیش میگه دوره ها یک انسان یک چوپان میگیرد، یک گله رمه دارد. همین رمهش میگه کوه میبرند چکا میکنن میچراند، بیگانی شیر گرفته میآید، میبیند که همون خوجه اینش یعنی شیرنده او علالش که فروخته است. میگه برادر این کار نکن، از خدا بترس، مردمی خلقی خدا در خیانت نکن. میگه تو کارت نباشه، تو وظیفت همون جوشیده آوردن و یعنی دادن ای. مدتی چند ماه دوام میکند، یک فصل بهار میشود. میگه یک توده که 200-300 گوسفند بود، میگه چرانده سادات. میگه یک بار الله سبحانه و تعالی امر کرد که این بدبخت حتی جزاش میدیه. یک باره میگه بارانی سخت بارید و یعنی سیل اومد، تمام گوسفندان بود زیر آب نموند. دیگه میگه همون چوپان بیچاره یک فقیر خالی در دستش گرفته. میگه اومد، وقتی که اومد میگه پیشی خانه خوجینش گفت که شیر کجاست؟ گفت که میدانی؟ گفت قطره قطره جمع شده بود رمه. من چند بارا گفتم که او عرلش نکن، حقی مردم را خیانت نکن، جمع شد من رمه بود بلا زده تکر. همین شیر فروشی که او خوش میکنی گاود میمره خراخر انشاءالله. چونکه او دعا میکنه حقی کس نه خیانت نکن انشاءالله خراخر. بوش قیمتر بفروشش، بوش قیمتر اجراش کن، نه که حقی کس نه خیانت نکن. حقیقت میگه لذت برد بر آمد، گلوگیر باشد روز قیامت. روز قیامت گلون تمیگیره. این صاحبای حق روز قیامت محکمه سود الهین در دعوا میکنند. پیغمبر گفتن اتدرون المفلسه، گفتن آیا شما همین مفلس ها میدونه؟ پیغمبر گفتن این صحابه آره میدونه. مفلس گفتن به پول به چیز یک پول نداشتگی سه مفلس میگن. روز قیامت هم همچنین مفلس ها میآید. گفت خیلی مفلس ها میآید. گفت انمی خیلی صاحبای حق مردم ها را خودگی از بالاش صاحبای حق اجرا کننده دعوا میکرده. اینجا بیا داملا حقی من خور دادی که اینجا داد پولی من افتاده. اونجا چی میتی بد میگن؟ اونجا نه پول نداری مال نداری، همه لب لیک میخزن، همه مادرزاد میخزن. انشاءالله خدا چیزی میتی بد میگن، ثوابات میگیرند انشاءالله بالای اون دواگر نمیتیند، گناه و در کلن میمونند، ملا باشم دوزخ میره. حقیقت نکسی خیانت میکند الله نمیبخشد. این یاد نبرد، هیچ وقت نمیبخشد الله سبحانه و تعالی. بینید در این از الله ترسیدن هم چیکار کنیم خدا خیر انشاءالله توری طاعت، توری عبادت، توری حقی مردم انشاءالله خیانت نکنی. که این دنیا میگذرد، این دنیا 2 روزه است، این دنیا 4 روزه است، میگذرد میراد، آلی میری پیش الله. امروز الله نمیبیند
گم که دیگر نمیبیند الله میبیند کو. از الله انشاءالله خدا خواهد بترس، خدا خواهد خالصانه طوری انشاءالله خدا خواهد چیکار کن؟ طاعت و عبادت که انشاءالله خدا خواهد. بینید بای عمر بینید چی قرار براد روز قیامت همین شیر تا نزد می آورده خدا سبحانه و تعالی. نفته کنی ای آب جدا کرده، جدا کرده میتونی؟ نمیتونی جدا کردن. این حکم خدا میشه روز قیامت در محکمه سودیش می آورده همون شیره اینجا با میفته کنی جدا کرده بده. این عذابی سخت داره. تو خیال نگی که این دنیا به حساب و کتاب است. خیال نگی که خدا خواهد امروز مالت مردست است همش از بای خط است. امروز که بلا زده سادت از بای خط است. خدا مهربان است. خدا گفتش بکن، گفته خدا کنی شاد شوی، گفته شیطان کنی خار شوی. امروز شیطان گوش ندومده همه گناه داری، بعد امروز ماشین تا زده است، امروز گاود مردست، امروز بچت مردست ساده، بعد همین دبا بخت نمیایی، همین دم خود نسال نمیدی که چوا این شید است. این درک خطای من بودگیست. تو که خطاهایی که میکنی خداوند در همین دنیا بعض جزاهاش میتید. این یاد نبره خدا خواهد انشاءالله. بعض جزاهاش همین دنیا نمیگیری. ببین بای عمر میگه در راه رفته سادات یک عرق خور، در تکش یک عرق اومده سادات، چون سیاست زور داشت. عرق میگه در تکشش بود. میگه وقتی که بای عمر نرو پرو زد، چون که اگر با عرق شو با اثبات میشد دورش میزد، ممن جاش نمیزدش بای عمر. میگه خداوندا گفت بینین این خدای تعالی هم خیلی مهربانه، اگر گفت من در نزد عمر شرمنده نکنی من دیگر هرگز عرق نمیخورم. میگه وقتی که نزد عمر نرسید دیگر جای گریز نبود، یگان تنگ کوچه نبود که بگریز یا دره برای. گفت من اینجا بیا بنده خدا هم تای کش نچیه، گفت که سیرکای اکسوسه. گفت کنی گفت من ننشونته لرزیده ساده با مجرد میگن همین خیل گرفتن اکسوس شده است. سبحان الله. از همون زهاد خداوندا پیشی بندت انشاءالله وعده کردم و پیشی خودت وعده میکنم دیگر هرگز عرق نمیخورم. این خدای هم خیلی مهربانه، شرمندش نکرد. اگر همون ممن میکنش درش میزد. چی فایده از این؟ چی از این عرق فایده است؟ متصور کنه برادر. عرق خود هیچ کس آبرو گرفتگی نیست. عزیزانی من نکنه کار، گوش خور، مزه که خدا خواهد، زندگی خوب کن، ماشین خر، لباسای زیبا پوش خدا خواهد انشاءالله، چای خونه آخر ششتی گوش خور. چی فایده از این؟ از این کی فایده دیده است؟ خدا خواهد میلیون تا گم بکنی، میلیون خونت نیسوزد. امروز هزار ماشین ها زده شده. یک بچه هم میدونم 6 ماشین شد چپه کرد، بده سوام 100 میلیونی و 200 میلیونی. انا عاقبت خدا خدم عرق، انا عاقبت همون زنک بازی ها. عاقبت این چیزا به جزا نیست برادرها، جزاهاش مقرر است. بینه حضرت بهای عمر در کوچه میگه یک بچه و دختر دید. من امروز سراخت ماده شده با فاتحه پاتا ایجاب اومده، فاتحه گفته دست کپک کرده کوچه باکچه گشته. بای من در کوچه یک بچه و دختر دید شیشتگی بود، اومد همش پشنه دره زدش. گفت که های گفت ای عمر، گفت ما یک مسافر هستیم، ما فندق کافه سادیم. فندق گفتگی مهمان خانه یک مدینه مهمان خانه. عذر گفت منو بزن حقات بگی، چون که گفت این گفت بیماری است که امروز جامعه فرا میگیره. گفت امروز با جامعه فرا میگیره. گفت این خیلی نکن این زن اوشو مشتری باشی در خلوت بشی. بین من امروز فرا گرفت جامعه. امروز لبلو خیلی آزاره گیره لبلو گفته خدا خواهد نه یک کوچه چیزی یافته سادم، نه یک شوخچه چیزی میاری، نه یک بلا فاتحه گور اگجا شد. این زنی زنی تو نسال خدا بترس. ما مسلمان زاده مسلمان میمریم. این راسیه نیست. خدا خواهد انشاءالله کره کارتا بکنی در جای کوچه هوید. از خدا بترس. خدا خواهد انشاءالله فاتحه کرمی یک لحظه قرار گیخته حال میگیری. اینا گرفتگی ها پیشه بود، نه گرفتگی ها در ارمون، این گرفتگی ها نه بچه پوسته دوسته پازده برده 10 ساله گومن نونش خورده دادیم سه لباسش چونده داده نسه ساده. همین نه امروز خدا خواهد گهورنگی امروز بندش داره. امون بچار یک سری سال شود. دیروز کدام یک دختر با هم میکنه گیریه کر اومده، گفت داملا من گفت فاتحه کردن کوچه بود من نشیده ساده در گوی ساده. حال خوجه این توی نمیره، خونه فلانچی نمیره. تو کی هستی تالی؟ امره ایروز زن گفته میمری خونه خدا خواهد یک انجینر شهی وزیر شهی خدا خواهد. این زن نمیگره زن بار که گفت فیتنه. ولی دی خدا خواهد انشاءالله 3 روز بعد خواهد قدر نخوندنی بسر میشه، نه بلا بسر میشه. ما در مدرسه میخوندیم، مدرسه یک چیز اعلان میکردن مونده
کسی که در وقتی مدرسه خواندنش اگر زنگ گیرد جنازهش در آسمون فرشته بکنن بلا آزادش میگه. وقتی من انگلیستان میگیره تلفن کردن میگه ندهت میکنه آخی خوندنیت هم بسر نه علمت هم بسر نه میگر یخ مخشی ها چی در کار و باید که کارگرها هستن 27 28 29 برادر ازبکا دینا من صحبت کردم ما میگه بیسلنجون نمیشین داملا در تشکیل 29 در زنگ گرفت این باش وقت آخر 18 نمه دین هر جان در رزبار اومده میگه حالی مکتب میخونه میگه من شوره تو من دیگه بردم مکتب میخونه ولی مکتب خونه حرکت داره که یک جاش کنیم نمیدونم یا قیامت قایم بشه همی میمونی سر نمیدونم من و صبر که خدا و مالش بیچاره خدا خد کاره یا حرکت شود یا زندگی شود پولدار شود مالدار شود این روز پیسه همسه من دردی سری کنید شب روز خدا خد مسجد نمیره باید خونه بخرانی بره خونه اولا گارج بون بشه بعد مانش خدا کرد انشاءالله خانه امروز دانش هم بردار امروز حکومت هم همین خیلی است من از قرار بود ساده زاری همین قرار جاری شود کسی که در وقتی مکتب خونش دخترش بند نکند و جزا کشیده بشود قرار بسیار خوب بسیار قرار خوب چون که جامعه به علم شده رفته ساده جامعه به ادب شد به ناموس شده ساده باور کن به ناموس شد انا مکن ناموس نیست انا مکن جامعه خدا خد انشاءالله اعلا بودست نه که این کارا ما بخوانه خدا خد ما صاحب علم و معرفت شد ما انشاءالله خدا خد یک بای و بدولت شود بین عزیزای خدا پیغمبرم بین 25 سال خانه داشت رسول الله 25 سالگیش نه زن گرفته گه 25 در دور بینین برای چی یک تغییر اداره که خدا خد انشاءالله و دختر ما یک کار و کسب و هنر یاد گیرد سر تانش میکنی با سر با در پیشونیش میزنی خمیر که نمیتونن نون بسته نمیتونن آقا بیچاره ایدنش بوی شیر میآید میارید خونه چیز ظلمه هم بکنیش نمیترسی خدا ما یک کار یاد گیرم اون خانش نخلاقت دوختن و شوفتن یاد گیرم منم بکنش خدا کرد هیچ جا نمیگرزه انشاءالله بینن همین بزرگاه اسلام تماشا همش 25 و 30 و دورمدگی چی و پیش تا 40 سال مدرسه میخوندن عالما تا 40 سال چون که تا علم بگیرم و با فتنه زن گرفتار نشم من امروز خدا خد دیده ساده دیروز میدان یک شاری بچه دختر مدرسه دورمدگی بسر یک تاتاشکنه برفت اینا نمیخوانینی تو اینا نمیگی تو کی هستی تو اقل ساحه دینی اسلام را نمونده ساده که دخترها تو خدا خد زنهای خونن اینجا امروز زنها همه گل زنها نمعویزه میکنه یک بیاتونی خوب نیست یک علم دار بان یک خونده بیاد جمعیت زنها هم پیش برن امروز جمعیت مردا الحمدلله پیش رفته ساده شما صحبت ما آن نمیشنه جمعیت زنها کی پیش میبرن عذیت به علمی او برای میرفته بوشی از جهت به علمی انشاءالله خدا خواهد جامعه امروز بی نکن باید که ما یک دو سه پنج شش دختران مدرسه خونده بیان الحمدلله اسلام تمام کنن این جامعه زنها هم به پیش برن که امروز بسیار جامعه زنها هم ضعیف هستن این 10-15 دقیقه که نمیشه بیاتنا هم علم نیست بیاتنا هم دمچه بدونه هم چراغ بدونه بابا ازم کسی گور کشه نمش دروغه نمش سه شنبه دروغ چهارشنبه دروغ این همش یک سفتته این نیست در اسلام این شرک اینا نکو یکات دادن خواند بیارش امر معروف کنن نه یه از منکر کنن این همش دروغه اسلام نیست این بی سه شنبه بلا و بطر گو که فرد خدا خد انشاءالله این همش دروغه خدا نتکیه که ما یگانه حی لا یموت زنده که همیشه نمیمرد الله داره ما را کشایش میدادگی ما را بخنام میکنگی ما را بخواد یکسون میکنگی ما را انشاءالله خدا خواد عمرام را دراز میکنگی فیض و برکه خونه میدگی فقط الله عزیزی من هیچ کسی دستش نمیده خدا خواد انشاءالله وقتونم بسیار نمیگیریم انشاءالله خدا سبحانه و تعالی فرصت کرد با یک روزهای خوب انشاءالله خدا خواد با شما عزیزان هم صحبت میشیم از این صحبت ها امید میکنیم که خدا خواد هممو بهره بریم انشاءالله خدا خواد هممو کند اندک باشدم جامعه پیش رفت بسیار ما خرسند بشیم جامعه اندک خدا خواد باور که پیش رفت والله که قسم میخورم امروز جامعه هم خوب است امروز سکه گناه ها کم شد اصلا سکه عرقی ها گم شد سکه بیتمیزی ها گم شد امروز مردم محبت به الله و به رسول و به حتی که وطن و امروز بینید وطن آباد شده رفته شده سبحان الله این هم فیض و برکه همین جامعه است
همین جامعه خوبی و رفتار و گفتار خوبش کتی میشه. دائم در دعا باشیم. امروز خواهد بسیار شکرانه کنیم. جامعه همون جامعه خوب، وطن متین، الحمدلله بینیم هر روز خرسندی، هر روز شادی، هر روز خدا خیری است. سبحان الله، الحمدلله. ان شاء الله خدا خد عزیزانی من شکرانه کنیم. شکرانی نعمت نعمتت افزون کند، کفرانی نعمت از کفت بیرون کند. اگر ناشکری کنیم از کف و ناشکری کنیم بلکه خدا خود حیاتمون از دست میدیم. این ناز و نعمت بی سر در میکنه. این باغ بی میدوی در این باغ چی خوردن تا نمیدونی سر در میکنه. بین این باغ بی، این باغای میوه بین، این شکر کنیم خدا خود. الله سبحانه و تعالی بهترین ان شاء الله خدا خود ناز نعمت داد که یگانه جوانای عزیز نماز که بخون، نماز بخون. آیا کلو نیت داشته که مسجد ناکشیان میرم زاری مسجد نا خدا خود باید 150% زیاد بچه ها خدا خود نماز نیت کرده دیان زاری بنیت چه بود اصلا خدا خود ان شاء الله مسجد ناکشا همه میرم تسیان. سبحان الله، الحمدلله. نماز زکات نبخونه خدا خود، کار کنه. هیچ کس شما را خرچی نیست خدا خود ان شاء الله. نماز خونه با چیکار کنه، کارات نکنه. بامداد خود تا پیشین کار کنه. منم بیزنسمن هستم، مولا هستم، چی تنها میزنم با من بیزنسمن هستم، زمین دارم، هم به کار میکنم. ما مرداری خود میریم ملک باج کاملا برداشته. ما هم این کار میکنیم با پیشیننگ میشه 10 minut نمازت بخون با بره تا نماز اصل. خدا کارت برکت میده. در خواهی میگد گر بنده رحمانی، گر فردی مسلمانی باید که نماز خوانی. پرفیض بود کارت، هرگز نکند خارت. بی کارم اگر پرفیض میشم گیش پیش خدا سر تکم کن. که خدا ان شاء الله خدا خیر منه پرفیض بود کارت، هرگز نکند خارت، هرگز کارت نمیکنه. باید که برادر نماز کنه ان شاء الله. نماز از دست این توشه آخرته. هیچ کس از نماز زیان کرده نیست. سبحان الله، الحمدلله. الله هم بچهای نماز کن که صحبت کن دائم کارش به پیشه، کارش اوچی خدا خیر ان شاء الله. چون که یک عزیز خدا رو ببینن، یک میخواد مرکند، یک آدم عالم دنیایی میدرد، یک عالم خدا خواهد دینی میدراید. دینی که دور مدام بعد همه میخسته حرمت میکنه، عزت میکنه. بعد نکته که دنیای بنده خدا و همینا همه شاگردای من هست، همینا فیزیک کرگی خیمیک کرگی من هستم و چون من اینقدر حرمت نمیکنن متوجه که تا اول خدا را حرمت کن، تا اول فرمان خدا بجا بیار، انشاءالله از من در مرتبت بالا میشه. چون که عزت کی میتید؟ العزت من الله. عزت خدا میتید. خدا خدید آبرو خدا میتید. این آبرویی که دنیا میتید این وقتی چه است؟ یک روز است یا 10 روز است، امروز 20 روز است، 3 سال است، 5 سال است. دیگه عزتی که الله میتید این ابدی است. خدا خد برامین با نماز خون، با مرتبت، با درجات، با خدا خد کارت، همه عمرت همش ان شاء الله خدا با برکات میشه. اگه کاریا هستن بیان یک تلاوت کنن ان شاء الله. کجا شدی قاری؟